غلو در مورد علی رضی الله عنه. علی مظهر اسمای حسنای الهی است. علی ید الله، علی عین الله و ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبط الیکم. ما در زیارت جامعه داریم تحبط الیکم و تستر من بیوتکم. اگر این باشه سیلاب همه فضیلت ها از کوهسار علی جاری. مشاهده نمودید که این شخص غالی علی رضی الله عنه را به درجه الوهیت رسانده، در صورتی که الله متعال می‌فرماید لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. هیچ چیزی مثل و مانند او نیست و او شنوای بیناست. همچنین به دعای جامعه استدلال می کند که فاقد سند و مدرک معتبر بوده و بدترین شرک در آن آمده است. در این دعا خطاب به ائمه آمده است: تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. اراده پروردگار در همه آنچه او مقدر داشته به شما محول شده و از خانه های شما صادر می شود. یعنی این که الله متعال امور را به ائمه می سپارد تا ایشان حکم صادر کنند و این بهتان عظیمی است بر ائمه، زیرا نه ائمه این را گفتند و نه ادعا نمودند. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الله متعال هرگز شرک را نمی بخشد و پایین تر از آن را برای هر کس که بخواهد و شایسته بداند می بخشد و آن کس که برای الله شریکی قرار دهد گناه بزرگی مرتکب شده است.